السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز، عظمتان خواهش ویدیویی که دیروزه دیده بودین اکم قبیله بودن نوجه نویسگین که اکا قوری صلاح نویسگین خلاصی که اکم قبیله گین خدمانه الحمدلله سرش دادن. به هر حال الله سبحانه وتعالی حرکت ما و شما رو نیابان باشه از این مشکلی، از این چیا مصیبت ها. الله هیچ کس به این مصیبت دچار نکنه، هر کجایی که باشه الله نیابان باشه. یک برادر ما و شما در طرف یوژنی واروتا نو پرسیشن گرینچه کردگی پاسپورت چه گم کردگی. خلاصی گپ نامش عبداللهحتوف دوران رستم قلوویچ، سال تولدش 1997 یعنی 01/05/1997. هر کسی که بگیم این پاسپورت این برادر رقم هایی روی اکران میبینیم میتونید که مراجعت کنین اگر پیداش کردین. هر کسی پیدا کنه انشاءالله پاسپورت برای اونها مکافات داده میشه و انشاءالله به قدر استطاعت. خاص به خاطر الله بتوانین اگر همین ویدیو رو پدیلیت کنین تا اینکه کسی که دید، کسی که یافت به این رقم مراجعت کنن انشاءالله که برادر یافتگی هم خرسان میکنن و برادر گم کردگی هم خرسان میشه و هم مکافات میته این خرسان دیشه. الله نگهبان حرکت ما و شما باشن. خاص به خاطر الله پدیلیت کنین، لایکاتون رو کامنتری بنویسین. سبب لایک کامنتری شما و پدیلیت شما رسپرسرانی این ویدیو میشه و همین برادر تستر ویدیو پاسپورت دکومنتاش هم و میگراسیون که باشه. الله نگهبان حرکت ما و شما باشه. با دعا باشین. السلام علیکم. یعنی رقم ها روی اکران برای پاسپورت گرفته زنگ بزنین. یعنی نامش بازم تکرار میکنم عبداللهحتوف دوران رستم قلوویچ. الله نگهبانتون باشه. السلام علیکم.